to you because in the future you be the instructor. با وصف اینکه ارتباطات مخابراتی و معلوماتی در بین اردو و پلیس ملی افغان از قبل وجود داشت، مگر با استفاده از سیستم فایبر نوری بخش ارتباطی مخابراتی آنها بهبود یافته است. ارتباطات در تمامی عرصه‌ها بخصوص در بخش نظامی اهمیت ارزنده را بازی می‌کند که بدین منظور یک دوره کورس مقدماتی ارتباطی و معلوماتی در مرکز تعلیمی جزتام ارتباطی اردوی ملی افغان دایر گردید و مداومین این دور از آموختن سیستم فایبر نوری خرسند هستند و میگویند اینجا افتخار است کشورهای زمان نیز برابر به معیارهای بین‌المللی رو به پیشرفت است و مردم ما از تکنولوژی جدید استفاده میکنند. به گفته رحمان الله، یک تن از مداومین، سیستم فایبر نوری وسیله خوبی برای ارتباط به شمار می رود که اگر ارتباط بین نیروها وجود نداشته باشد باعث شکست اردو می شود که قبلا ما از تکنولوژی فرسوده استفاده می کردیم. جای خوشی است که امروز ما هم از سیستم فایبر نوری که یک سیستم جدید به شمار می رود استفاده می کنیم که با آموختن این سیستم ارتباطات ما با سایر ولایات بخصوص در هنگام جنگ خوبتر برقرار می شود. در این کورس ما می خواهیم که فایبر اپتیک یاد بگیریم که در فایبر اپتیک از چی ساخته شده، در کجا استفاده میشه، چرا امروز ما از فایبر اپتیک استفاده میکنیم. این چیزا را ما در این صنف یاد میگیریم. طبق خبر دیگر، همزمان با این کورس 13 تن افسران از کورس آموزشی دستگاه رادار فارغ گردیدند. به گفته اساتید این کورس، مداومین قادر به آموختن دستگاه رادار هستند و می توانند به راحتی فرکانسی های رادار را مشخص کنند، بخصوص در هنگام محاربه و جنگ. از نگاه موقعیت کدشماری فرکانسی ها را می توانند بیاموزند و از این سیستم رادار به خوبی استفاده می کنند و افزود این سومین دور است که مداومین خوب از این مرکز فارغ می گردند. من فکر می کنم که این دروس برای آینده اردو و پلیس ملی افغان مؤثر تمام خواهد شد و آماده انجام دادن هر نوع فعالیت های تکنیکی و ارتباطی دستگاه زمینی و فضایی که از طریق ستلایت کنترل می گردد خواهند بود. اردو و پلیس ملی افغان سعی و تلاش زیاد را به خرج می دهند تا خود را آماده مسئولیت پذیری نمایند و در تمامی عرصه ها پیشرفت های خوب صورت گرفته است. فریدون صاحبزاده، ماموریت آموزشی ناتو افغانستان.